میدونستی یه طوفان تو دریا میتونه کل بارتو غرق کنه؟ شوخی نیستا، بیا تا بهت بگم که تو حمل و نقل دریایی چه ریسکایی وجود داره. ریسک اول، ریسکای جوی و دریایی. مثل طوفان، غرق شدن یا برخورد کشتی با اسکله. حتی ورود آب به کانتینر میتونه یه فاجعه باشه. ریسک دوم، تأخیر بندری، شلوغی بندر، اعتصاب یا مشکلات گمرکی. کافیه یک کانتینر جا بمونه تا کل برنامه ترخیص بره رو هوا. سومین ریسک، دزدی دریایی و سرقت کانتینر، به ویژه تو مسیرهای پرخطر مثل خلیج عدن. البته ریسک جعل اسناد و تحویل اشتباه کالا هم هست. یه اشتباه کوچیک تو بیلاولیدینگ یه دردسر بزرگ درست میکنه. خلاصه اینکه مسیر صادرات و واردات پر از ریسکه، اما اگه آگاه باشی و با یه تیم حرفه‌ای کار کنی همه چیز قابل کنترله. ما توی حساب بهت کمک میکنیم تا مسیر تجارتت امن و بی دردسر باشه.